نوشتنش معلوم است که انشالله این اهل فهم است، اهل علم است. خب میگوید بینندگان فیلم حضرت یوسف علیه السلام در یک شبهه افتیدند که چرا آنها 5 وقت نماز نمیخوانند. برخی کشفهمان میگویند نماز هم ضروری نبوده است. نعوذ بالله. فیلم حضرت ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و دیگران را دیدیم آنها 5 وقت نماز نمیگذارند. میشد است کو اولا انشاءالله من گمان میکنم که این جهلا، این کسایی که استخانه میگویند اهل مسجد ما نیستند. شاید که اصلا اهل مسجد نباشند، زیرا کسایی که اهل مسجد هستند، کسایی که از حکم نماز با خبر هستند، هرگز این سخن بی معنی را نمیگویند. نعوذ بالله. هر کسی همین را دانسته گوید کافر می شود، از اسلام خارج می شود. زیرا فرضیت این 5 وقت نماز با امر خداوند متعال است و جمیع مسلمانان در فرضیتش اتفاق کرده اند و یکی از بناهای اسلام محسوب می شود و هر کسی که این کار کند نعوذ بالله او کافر می شود. خب اما او کسایی که از حکمت و فلسفه شریعت ها بخبر هستند، از دین خدا بخبر هستند، گمان میکنند که مادام که ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا بود، موسی علیه السلام پیغمبر خدا بود، حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا بود، پس هر چیزی که در زمانهای همونا بود بر ما واجب است بس. اما چنین نیست. خداوند این سفسطه ها را در قرآن عظیم شان از سر ما و شما دور کرده است. خداوند وقتی که وصف پیغمبران خیش را میکند با آنها مراجعت میکند که لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. ای مسلمانان، برای هر یک از شما ما یک شریعت و یک راه عبادت، یک برنامه عمل درست کرده ایم. لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. شما در یک شریعت نیستید، شریعت های شما مختلف است. ولو شاء الله لجعلکم امة واحده. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت واحد میکرد، همه شما را صاحب یک شریعت میکرد، صاحب یک دین میکرد از ابتدا تا انتها. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. ولیکن خداوند متعال می آزمایه شما را، امتحان تو میکنه در همون چیزی که برای تو عطا کرده است که تا کدام درجه به حکم پروردگار شما مستقیم هستید. فاستبقوا الخیرات. پس در خیرات، در عمل نیک به همدیگر مسابقه کنید. این سخن پروردگار بزرگ است در قرآن عظیم شان. وقتی که شرح میدن، وقتی که کتابای تفسیر را میبینیم، لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، از برای هر کدام از شما ما شریعت و برنامه عمل درست کرده ایم. مفسرین کرام میگویند یعنی که خداوند متعال از برای یهود یک شریعتی را جور کرده بود، شریعت موسی علیه السلام دیگر است. برای نصرانی ها شریعت دیگری را جور کرده بود. غرض از شریعت چیست؟ یعنی انمو راه و طریق های عبادت پروردگار. مثلا یکیش عبادت خدا را به شکل میکرد، شخص دیگرش به دیگر شکل میکرد. پس شرط نیست که نماز در همه یک خیل باشد، با یک شکل باشد، با یک قاعده باشد. این نمازهای 5 گانه‌ای که ما و شما میخوانیم، این رکوع و سجده و خضوع و قعده هایی که ما داریم، هدیه خداوندی به امت محمد صلی الله علیه و سلم است. فراموش نکنید برادرای عزیز. 5 وقت نماز بر محمد صلی الله علیه و سلم و بر امت او از شب اسراء، شب معراج که سال 10 بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، فرض گردانده شد. تا او وقت 5 وقت نماز فرض نبود. وقتی کتابو را میخوانیم، کتابای شرحه، گفته می شود که عادتا مسلمانان 2 نماز میخواندند. یک نماز قبل از طلوع آفتاب، یک نماز بعد از غروب آفتاب. یکیش نماز صبح بود، دیگرش نماز شام. 2 رکعت نماز میخوندند. این 5 نماز نبود.
وقتی که خداوند متعال حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مهمان خیش خواند، دعوتش کرد، وقتی که در عرش اعلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به مصاحبت خداوند متعال مشرف گشت، خداوند این نماز را براش فرض گرداند. اگر یادتون باشه وقتی که قصه معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با شما میکردیم، همونجا بیان کردیم که پروردگار حق سبحانه و تعالی از برای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و از برای امتی بزرگوار 50 نماز فرض گرداند. 50 نماز. بعدا هر باره با پافشاری حضرت موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم التجا میکرد، نزد خدا بازگشت میکرد، تا اینکه عاقبت الامر خداوند 5 نماز با 5 نماز مبدل گرداند و به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد: یا محمد صلی الله علیه و سلم انه لا یبدل القول لدی، گفت قول من، سخن من تبدیل نمی‌یابد. و ان لک بهذه الخمس 50. از این خاطر بر تو اگر چنده که 50 نماز 5 نماز گرداندم، در عوض 5 نماز ثواب 50 نماز عطا میکنم. این از سال 10 بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم فرض گشته است. زمان حضرت یوسف کی بده مردم از برای خدا؟ لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. خداوند برای حضرت یوسف یک شریعتی دیگری را داده بود. اصلا حضرت یوسف صاحب شریعتی نو نیست. شریعت یوسف علیه السلام شریعت ابراهیمی است. حضرت یوسف پیامبر مرسل نیست، نبی است. همچنانه که یعقوب پدرش نبی بود، همچنانه که اسحاق باباش نبی بود، رسول بابا کلانش ابراهیم علیه السلام است که صاحب شریعت بود. و حضرت یوسف هم طبق شریعت حضرت ابراهیم خلیل عبادت میکرد. همون عبادتی را که خدای تعالی براش فرض گردانده بود همون را انجام میداد. اونا را اگر خدای تعالی این نمازی را که برای ما داده است میداد، به دل جان با یک شادی و خرسندی این را انجام میدادن. آخه در باره فضیلت نماز ما با شما ساعتهای طولانی گپ زدیم، دیگه حجت به گپش نیست. نمازی که هم راحت روحانی برات بخشه، هم راحت جسمانی برات بخشه. کدام روز در تلویزیون دیدم در کارخانه های دولتی مؤسسه ها در روسیه فیزاریت که یک دقیقه های فیزاریت که هم جدا کرده بودند. از سر کامپیوتر میخزونن مردم در بانک، بعد همون 5-10 دقیقه فیزاریت که میکنن. همون فیزاریت که نماز است. نماز اگر او فیزاریت که آدم مانده کند، نماز برعکس هم به تن جانت قوت میبخشه، هم روحت بالیده میگردد که من فرمان خدا را اجرا کردم، فریضه الهی را انجام دادم، هم اجر ثواب در مقابلش میگیری. از همین خاطر در مسئله های احکام شریعت ها را به هم دیگر آمیخته نکنید. در یک چیز پیامبرها همش یکن. سخن خداوند متعال که در قرآن فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان دین عند الله الاسلام. بدرستی که دین بر حق نزد خدا فقط و فقط اسلام است. همه را بعضی ها نمیفهمند. پس میگن که در زمان آدم علیه السلام چی بود؟ اسلام نبود کو. در زمان ابراهیم علیه السلام شریعت دیگر بود کو. براشون میفهمونیم که اسلام دو معنی دارد، معنی عام و معنی خاص. اگر به معنی عام گیریم، اسلام دین وحدانیت است، یکتا پرستی است، خدا را یک و یگانه دانستن است. دین آدم علیه السلام تا خاتم علیه و علیه السلام است. اما اگر به معنی خاصش اسلام بگیریم، همچه شریعت اگر بگیریم باش، در اون صورت این شریعت خاصی محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان معتقدان او است. اینجا وقتی که خدای تعالی میگه که بدرستی دینی بر حق نزد خدا فقط و فقط اسلام است، غرض انم یکتا پرستی را در نظر دارد. در عقیده پیامبران اختلاف ندارند، همشو خدا یکتا را عبادت میکنند، مردم به سوی خداوند یکتا دعوت میکنند، همه پیغمبرها را بر حق میدانند، همه کتابها را بر حق میشناسند. در اینجا اختلاف نیست.
در حدیثی که امام بخاری روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است، حضرت رسول الله گفت نحن معشر الانبیاء اخوة لعلات، ما گروه پیغمبرا برادری علات هستیم، یعنی برادری که مادراشو جدا جدا هست و پدرشو یک است. امهاتنا شتا و دیننا واحد، یعنی که مادرام و گوناگون از هر کدوم مادر داریم پدر داریم، اما دین و دین یگانه است، دین موحدی است، دین یکتاپرستی است. اما وقتی که صحبت در موضوع شریعت می رود، عبادت خدا را چی نو باید کنیم؟ در اینجا البته که بین اختلاف ها هست. مثلا در شریعت ابراهیم علیه السلام نکاح بین اپا و خواهر با یک مرد درست بود. حضرت یعقوب علیه السلام ببینید دو دختری تقوش بزنی کرد. نه شما فیلم هم که تماشای کردگی که به فکرم نامی همون زناش هم میدونه. دو خواهر با یک نکاح گرفتن درست بود. اما در شریعت محمد صلی الله حتی در شریعت موسی علیه السلام علیه منع شد. از زمان موسی علیه السلام نکاح اختیین، نکاح دو خواهر با یک مرد منع شد. در همین منطقه 65 میکروریون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بود است. همه داملاش را گفتیم که مرده که خوب بخی نمازخوان بود است، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است این جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطیش گپ زدی، میگه همین موضوع خطی من چق چق نکنه. سبحان الله، چخیل چق چق نکنه کاری حرام؟ برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام است. عیدش که گذشت 3 حیض که دید بعد با زن خودش معامله کرده میتونه، تا او زمان به هر زن زنا کرده است این مرد. با فکرم صاحب دنیا ای پول استراب میته امو لاهورا دیگه که میروان امو در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چق چق نکنه، دیگه خب میکنن. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکری را دید، اگر قدرت دارد امکانیت دارد با دست باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر غیرتی با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون را مذمت کند، یعنی که خونش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینه در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ آخه شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر به شرطی که در لباسش نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله این چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی می آید، حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ میگردن، بیکار میشوند. دیگر اگر کسی با اون شریعت پیشینه عمل کرد که در فلان شریعت بود گناهکار میشود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسیون ها زیاد عوض میشوند. به همین عمر اندک خدمت ما چندین بار دیدیم که کانستیتوسیون عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسیون سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسیون عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نه. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسیون نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. علم شریعت ها هم همین حکم دارند برای همه.
ولی بعضا ما را مذمت میکنن شما اهل کتاب فلان میگویید بسم الله میگویید. ما هیچ شو نمیگیم. واقعا شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعض زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنی میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. همین یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. آخه ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر می شود. همین مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر می شود. ما اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام قبول نداشته باشید همچون پیغمبر. مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند، نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنن که مقصد در دیگر شریعت ها نه به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید، موافق انمی شریعت بر ما واجب است و به تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده، یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنن، همه اینو منسوخ شده است. اینو پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن، هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت. خب باز یک سؤال تعجیلی همون برادر به فکرم نوشته است. قصه بزنی گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید، زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله، و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی اینجا ما مجبور میشویم، اگر چند وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالت هایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما می رود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق می شود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر می گوییم.
خداوند متعال در قرآن عظیم الشان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند. خواه بیبی خدیجه باشد، خواه بیبی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشاءالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده طلاقشان داد. از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تاکیدش کرد نگرفتم. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را ام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه. بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود. عایشه طفلک بود. عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همین خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادرمو بیبی عایشه. پس عائله اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی خدیجه کبراست. بعد از وفات بیبی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تباراش و جبرش میکردند. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است.
یعنی برای شهوت نگرفت است تو را، پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سودا همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سودا بنت زمعه که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال در مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی در خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سودا دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله، من نوبت خواب خدمت نوبت شب ما به بی عایشه هدیه کردم، فقط من میخواهم که فردا روز قیامت همچه همسر تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است. و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش. سودا بعد وفات پیغمبر عمری طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادرمون است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سودا نکاح کرد، اما از بس که حال خرد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید، حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالم ترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادر ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زنی دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل الثرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت سرید است نسبت دیگر طعام ها. سریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده می بریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش سرید است. همون شوربای طبقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم همون سرید است بچه ها. سرید یا که همون قروتوی که می زنیم در اینجا اصل بگیریم او سرید است، اما تریتش میگیم و خود ببینید چقدر لذت داره. شوربای طبقی دقیقی کمی شوربای کاسه مقایسه کرده می شود. امروز مود پرست شدیم، در کاسه شوربا میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا نباشه. همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنی چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل سرید نسبت دیگر طعام ها است. خب مادری چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته شو به همون ترتیب کرونولوژی آورده استوان. بیبی عایشه مادرمون هم بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 47-48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادرمو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است.
به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بی حفصه را اختیار کرد. و ایلا حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت. حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت امید زن من ایمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، یا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت عثمان بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است برادر نه، ولی ان شاء الله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه، زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید. از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشو میکرد، با لقب ام المساکین مشهور بود. مادر مسکین ها، مادر مسکین ها را خداوند گرفت مادر تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد، در بعض روایات اومده است 2 ماه بعد، مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود، بیبی خدیجه مادرمان و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت 6م مادرمان ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. در پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال و طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خوار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. ولی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشو که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن، با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن این زنکا جگر ریخته ها. اما خاطر از مسافرهای بیچاره به زن میگردن دیگه. زنک دیگه در 45 50 که رسید شو نمیکنه دیگه. بیچاره مسافرها به زن موندیا. از همون خاطر برای آن که ام سلمه همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو و با عزت باشد در بین قومش، از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن زری رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد، گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکند، اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همین شد که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرد و گرفت، این یزده خیلی آبرو و عزت دارد و در پیش قوم ها چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن. نه، پوچو یعنی پوچو، کرالا یزنه،
قوم‌های عرب هم بسیار احترام میکردن، همین خیشتباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردن. عیب میدونستن که با یزنوهاش و با قوم‌هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشند. یکی از سبب‌های دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر و زیادتر در بیان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زنی پاکدامن با عفت، بسیار زنی صالحه عاقله صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت و مشورت می‌گرفتند. خب عائله هفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش. زینب کی سوال با او متعلق است. زینب بنت جحش دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دختر امیمه عمه پیغمبر است. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب برای پسرخواندش برای زید خواستگاری کرد. در نکاح زید ابن حارثه بود. از بس که زید ابن حارثه یک زمان غلام بود، ایرا بی خدیجه از بازار خریده و بعداً به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه کرد و حضرت رسول الله را آزادش کرده. به حکم همون زمان جاهلیت ایرا پسر خواند. حتی که در ابتدا زید ابن محمدش میگفتند، اما در اسلام خداوند انا همین معامله و مناسبت پسر خواندگی برهم داده است. مادر خواندگی این چیزا در اسلام اصل ندارن. بچه زنی از دنیا میگذرد، یک محرمی به غیرت نداره که دروی قبرستان بدرویه. با همون گرگان میگه که خواهرم باشه یا به جای مادرم باشه یا به جای دخترم باشه و بعد دست آتین بالا میکنه و همون را میگیره در قبر میمونه. آیا به گفتن آن که مادرم باشد یا خواهرم باشد خواهرش میشود؟ هرگز نمیشود. این درست نیست، این حرام است. مردم آقا ناموسی ما و شما کجا شده است؟ نخواه یک مردی بگونه زن را که محرم ما و شما هست بگیره به دستاش در درون قبرستان ما بترسیم از داخل شدن در قبر. ای چی میترسه؟ ایمو قبر؟ شما ای زنده ها بترسه، اون مرده ها بچرهای چی کارتونا میکنن؟ قبر عاقبت جا ما همو جا است، خانه آخری ما همو است. برای کم کم همو قبر کنو را کمک کنه، طریقه کندن قبر یاد بگیره. از همون ندیدن است که تلخت میکفه. بچه را میدرورن که کو مادر طبیعی در قبر مو شاخ میشوه. باری اول لحظه دیده است ای سرت بون آخی مادر خطا که در گور مونده نتونی، ای تو دیگه چی امید است؟ زینهار در این مسئله احتیاط کنه بچه ها. پسر خواندگی مادر خواندگی را خدای تعالی نهی کرده است، باز داشته است. در اسلام خیلی گپ وجود نداره. یک مردی بیگانه با زنی بیگانه در یک خونه ششتیان چای خوردستیان، این کی است؟ اکا خانم ایرود در خواب. اکا خان چی هایی؟ در اسلام خیلی گپ نیست بچه ها. اگر که اجازت میشد خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم اجازت میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمدنا با احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. الآیه. خداوند گفت که حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام شما را پدر نیست. ای زید، این محمد پدر ایت نیست، این پیغمبر ایت است، این مولا ایت است، این رسول خدا است، خاتمه تمام پیغمبران است. با این در این نبوت دیگه بسته می شود. بعدی دیگه پیغمبر مبعوث نمیگردد. شریعت محمد صلی الله علیه و سلم شریعت آخران خواهد بود. پس حکم پسر خواندگی و دختر خواندگی و برادر خواندگی و مادر خان و دیگر از بین رفت. اما این سخن به مردم هیچ اثر نمیکرد. بعضی کارهایی است که مردم به حد تعصب دارن که همین 100 بار بگو با درم تعصب خشو میستن. سوال میکنن دوملو همه اشاره سبابه حکمش چی است؟ میگیم سنت است.
دلیلش چی است؟ دلیلش 36 حدیث صحیح که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. دلیلش آن است که امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه در کتاب صلات میگه که رأیت ابو حنیفه یفعل هکذا، دیدم که امام اعظم ابو حنیفه اشاره میکرد ثوابه. چه خیلی میکننش؟ بسیار خوب. 10 مراتب نشون دادم. از این بالای منبر با دیده میشود در کجا انگشت میبرداری، در وقتی نفی، در وقتی اثبات میگذاری. یک حاجی میگه که دوملا میگه پا میگویو هم در صف نگاه کن، اکثریت نمیکنن. بعد حقیقتا اهمیت دادیم در این پهلوی خودم شتگیو نمیکنن. آخی نمیکنه سوال برای چی میته؟ برای سر دل تو میته که ما خودمون میکنیم، همین نشون میتیم، تعلیم میتیم که مردم یگان خلاف نداره. این حدیث، این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خلافی نداره، هیچ دلیل در مقابلش نیست، غیر گپ‌های بیهوده، گپ‌های پلفته. آخه این سنت پیغمبره که کردی اجر ثواب میگیری. بکنیش هم یگایی نکنیش، نخود سنت پیغمبره بکنیم یک باشه و نکنیم. این در کجای عقلی آدم تغری میگیره؟ انا همه خیلی امری برادر خواندگی و پسر خواندگی اگر چند خداوند آیت نازل کرد در میان مردم هم قدر مستحکم ایستاده بود که هیچ به هیچ وجه نمیخواستن که از این دست بکشن. از این خاطر در نقشه پروردگار ازدواج زینب با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این در نقشه خداوند متعال بود. تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا اثبات شونه میکرد که آخه پسر خواند حکم نداره در شریعت، شخصی را پسر خوانده گفتی او حکم پسری تر نمیگیرد، همین را اگر عملا اثبات نمیکرد قبول نمیکردن. بله بعضی حکمایی است که تا رسول الله خودش چنگ نمیزد نمیکردن. در سال جنگ حدیبیه، سال صلح حدیبیه، حضرت صلح بس با قریشی ها، اونا گفتن که حاجی ها را، کسایی که نیت حج داشتن، من کردن مسلمان ها را، گفتن امسال نمیدروید، سال آینده میایه همه عمره را قضا میداری، سال آینده مدت 3 روز مکه را از برای شما خالی میکنیم، مرحمت مناسک عمرتون انجام بده. حضرت امضا کرده همه را، مرد به مسلمان ها مراجعت میکند که ای مسلمان ها، همو هدیه هایی که برده، مال هایی که برای قربانی میبرید در همینجا بکشه، خطونه حلال کنه، سال آینده آمده و بعد عمره قضا میکنیم. یگان کس از جوش نمیخیزه. مسلمانایی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشون فدا میکردن، مسلمانایی که عروه ابن مسعود ثقفی آمد در پیش قریشی ها گفت که مردم، محمد صلی الله علیه و سلم برای قومش حکمش از حکم پادشاه را بالا های، وقتی وضو میگیرد برای قطره های آبی که در ریشش است بین مسلمان ها جنگ میشود که تبرکم بگیریم در روم بشکیم. همین مسلمان ها امر پیغمبر را گوش نکردن، نخیستن، مولا نکشتن. بعد همه ام سلمه مادرم خدا رحمتش کنه گفت بسیار زنی زیرک دانشمند بود، گفت یا رسول الله، گفت به هیچ که گپ نزن، خودت بخیز شتر قربانی را بکش، بعد دیگه رو به تو تقلید کرده و عمل میکنن. حضرت دست آستین بالا کرد، خودش شروع کرد شتر، وقتی که کشت همه از جوش خیستن، بعد به ملکشی شروع کردن. انا همه جدم خداوند متعال در نقشش گرفته بود که توسط نکاح زینب بنت جحش با رسول الله صلی الله علیه و سلم خرافات پسرخواندگی و پدرخواندگی را از بین ببرد. این آیت در قرآن اومده است بچه‌های عزیز. خدای نکرده شما همه سفسطه این زردشتی ها و زردوش معاب ها و مستشرقای خارجی احمق نگیرید با خودتون کافر کنید. برای که همون سوال با اون طرزی که گفته شده بود راستی برای در دهشت انداخت. خداوند متعال در سوره احزاب چند آیه به این موضوع در مناسبت به این موضوع نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله. میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که تو به اون شخصی که خداوند براش نعمت داد و تو براش نعمت دادی
مقصد زید ابن حارثه است که یک زمان غلام بود، آزاد شد، اینقدر آبرو و شرف پیدا کرد، حتی چند مدت پسرخوانده محمد صلی الله علیه و سلم گفته میشد. در تربیه رسول الله از خردش بزرگ شده است. خدا براش انعام داد و تو براش انعام ها دادی. رفتی زینب بنت جحش دختر عمت براش خواستگاری کردی. اگر چند همکف نبود، زنهای اشراف قریش بسیار شرف داشتن. نکاح با یک شخصی که یک زمان غلام زاده بود روا نمیدونستن، بر شأن خود جایز نمیدونستن. وقتی که تو میگه گفتیش که زن تا نگه بدار، از خدا بترس، زن تا نگه بدار، طلاقش نکن، واقعا همی خیلم شده است. زینب وقتی که طعنه میزد شوهرش زیده، و مرد بدوخی، مرد وقتی طعنه زدی چند طاقت میکنه. می اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت که یا رسول الله همین زن به من سازگار نیست. چرا می اومد؟ برای آن که تا اجازه پیغمبر که نمیشه چه سرش میداد. زنی را که رسول الله خودش خواستگاری کرده از دو دستش، همین زن پسندم نمیکنه. حضرت دائم تاکیدش میکرد امسک علیک زوجک واتق الله، زن تا نگه بدار، از خدا بترس، از خدا بترس یا زید. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاها. من میدونم میگه خدای تعالی که تو در دلت پنهان میداری. چرا زید میگوی که زن تا نگه بدار؟ برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با الهامی که خدا براش داده بود دریافته بود که اگر همین زید زنش سر بته، خداوند امرش میکنه که زینب بگی. اگه تصور کنه چی حالتی بود. اینا بعد 1400 سال منافقای بدبخت یافت میشن که طعنه میزنن. اما این کار در حال شده به در سال 5 هجری که در خود مدینه منوره صدها منافق بود. از یک طرف یهودی ها، از یک طرف مشرک های قریش و دیگر قبیله ها چی طعنه های در حق پیغمبر میزدن. خاصتا که نزد اونا حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی بسیار بلند بود. پسرخوانده حتی از او پدرخوانده خودش میراث میبرد. بسیار طعنه های زیاد میزدن پیغمبر. حضرت دیگه آزرده شده بود، بیزار شده بود از طعنه و ملامت این مردم. از همین خاطر نمیخواست میره. خداوند که الهام داده بود، همین دلش گواهی میداد که حالی همین زید اگر زنش سر بته، خداوند امر میکنه که زینب بگی، تا اینکه مردم بفهمن که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی هیچ اعتباری ندارد، بعد ملامت مردم در سر میریزه. خداوند سینش میگه از مردم میترسی؟ آخی خداوند حق دارتر است که از او بترسی. زینهار طمع مدار از غیر خدای که این رغبت خلق نیم ساعت باشد. از غیر خدا چیزی طلب نکن که این رغبت مردم نیم ساعت. تا از مردم میترسی که ملامتت میکنن؟ ای حبیبی من، تا از خدا بترس. والله احق ان تخشاها، خداوند حق دارتر است که از خدا بترسن بندگان خدا، نه از مخلوق. اما با وجود این زید طاقت نکرد، طلاقش داد. هر قدر که پیغمبر تاکیدش کرد از خدا بترسه مرد، زن تا سر نتی. یک روز جانش به لبش اومد، زینب طعنه‌اش زد. تا غلامی نبودی که بیبی خدیجه را از بازار خرید، تو بسیار مشکل است. ده همی طعنه زن او دم بکشه. اگر مردی به ناموس باشه بسیار سخت است. شیخ سعدی رحمت میدونه نوخی، خدا رحمتش کند. شیخ سعدی در زمانهای جهانگردش وقتی در فلسطین بود، نصرانی ها اومدن، جنگ های صلیبی شروع شده بود، اما کریستانوسای اروپا اومده بودن. از بس که مسلمان بود، همراه مجاهدا برزی چونخیز در جنگ اسیر افتاد. اسیرها را از اسرهای پیش میفروختن به غلامی. سعدی را هم گرفتن، در دست پاش زولانه زدگی بازار غلام فروشی برآوردن. ناخواسته یک مرد دیدش، یک شخص شریف، آدم خوب، دید که سعدی بزرگوارا در بازار غلام فروشا میفروشن، یا عالمی نامدار. نرخش کرد، با 10 دینار خریدش، آورد. یک دخترک در خونه‌اش دوست، دختری نازپروردی بسیار ارکا، دخترش نکاح کرد، دادش با 100 دینار.
100 دینار مهر دختر بود. بیچاره کیسه خودش برآورد داد و سعدی را داماد گرفت. دیگه او زنک همین میشیشت میخیست، بیچاره سعدی را طعنه میزد. یک گپ میگفت که خب که تا همون نیستی که پدری ما به 10 دینار رای بازار غلامو خریده بود، با تو زبان برآورده گپ میزنی. با جان رسید گفت بله من اون بیچاره بی سعادتی هستم که پدرت به 10 غلام از به 10 دینار از بازار خریده که من به 100 دینار آورد به تو فروخته کنم. شنیدم گوسفند را بزرگه رهانید از دهان و چنگ گرگه، شبانگه کرد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بینالید، که از چنگال گرگم در ربودی، چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. گوسفندی بیچاره گفت فرقی بین تو و گرگ چی بوده؟ از خدا بگیرد گرگ خوب نبودم تا میجی قید یک خفن میکرد میکشتم تو کلبه ببری با دور میپرتوی. از همین خاطر زید طاقت نکرد، زنش سر داد. این آیه قرآنی است. خداوند در ادامه آیت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. وقتی که زوج مراد خویش حاصل کرد، یعنی که زنش طلاق داد، او را ما به تو نکاح کردیم دادیم. خداوند پیغمبرش میگه زوجناکها. بی زینب مادر مو وقتی که گپش قطعی بخچوناش میگرخت، قطعی کنداشاش میگفت نکاح شما را در همین دنیا ولیهاتو کردین، نکاح ما را از پشت 7 آسمان خداوند متعال کرده است. خداوند ما را نکاح کرده در حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند میگه زوجناکها، ما میگه او را نکاح کردیم در تو دادیم. باش سببش میگه تا اینکه بر مؤمنا حرج نباشد، تا اینکه مؤمنا بدونن که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی و مادرخواندگی هیچی اساسی نداره در شریعت، اصل ندارد، با این محرم نمیشوی. سبحان الله. پس زینب بنت جحش زوجه مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خداوند ایرا بر او لازم گردوند، با الزام خداوندی است. از دست حضرت هیچ کار نمی اومد. اگر پیغمبر میتونست نمی گرفتش، اما این امر از جانب پروردگار است. این آیه قرآن است. اگه این خانه سوخته این مستشرقای خارجی مخصوصا بدین ها بعد رمن می نویسن و در آمد پیغمبر و این همه سفسطه است. بچه ها و شما کتاب اصل بخونه چو بگیرم سفسطه های مستشرقا و بعضی کافر معاب ها را. زینب دید که از درون حمام برمده است، گفت خشا سبحان الله، بزرگ از پروردگاری که تو را به این حسن جمال خلق کرده است. چی؟ پیغمبر زینب ندیده بود؟ زینب در پیش رسول الله کلان شد، دختر عمش بود، خودش رفت خواستگاری کرد آورد به پسرخان جدا بودش. زینب ندیده بود که این سخن را میگه نعوذ بالله. این گپ در حق یک آدم متقی گفته نمیشود، چی برسد به حق یک پیغمبر محبوب به این بزرگی و به این عظمت. بسیار متاسفانه وقت متنگ است و باشه در این موضوع، اطراف این موضوع سخن بسیار بود. خب زوجه هشتم پیامبر زینب بنت جحش سال 20 هجری وفات کرد. بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اول زنش که از دنیا گذشته است همین زینب، آخرین زنش ام سلمه. زوجه هشتمش موافق تاریخ خرونولوژیا جویریه بنت حارث، دختری سردار قبیله بنی مستلق. اینجا سخن بسیار است، متاسفانه ما دیگه وقت نداریم. جویریه مادرمون سال 56 در بعض روایات سال 55 هجری از دنیا گذشته است. زوجه نهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان، دختر ابو سفیان ابن حرب. ام حبیبه بسیار زنی صالحه بود، خدا رحمتش کنه، در سال 42 یا 44 هجری از دنیا گذشته است. این دختری هم ابو سفیان است که مسلمانان خاصتا محمد صلی الله علیه و سلم بر پدر خودش ترجیح داد. زوجه دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه بنت حیی ابن اخطب. این دختری حیی ابن اخطب یهودی است، سردار قبیله بنی نظیر از یهود،
که بعد جنگ خیبر اسیر غلطیده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم این را آزاد کرد، خرید آزادش کرد و در نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمد به خاطر نگه داشتن شرافتش. عمری دراز دیده است مادرمو صفیه نیست. و زوجه 11 آخران زوجه‌ای که پیغمبر نکاح کرده است میمونه بنت حارث، خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، که اینم سال 61 از دنیا گذشته است. عمری دراز و با برکت دید. دو زن دیگر، یکی از قبیله بنی کلاب و دیگری از قبیله کنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرد، اما به بعضی سبب‌ها قطعش و ازدلاف و نزدیکی نکرده است. نکاح کرده طلاق شد که حجت به گفتن اونا نیست. و حضرت صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه دو کنیز دیگر هم داشت. متاسفانه ما زنها را از کنیزها فرق نمیکنیم. کنیز زنی را میگن که از بازار خریده میشود یا کسی به او هدیه میکند. امو کنیزا پیغمبر با اونا نکاح نداشت، به حکم خواجگی و به حکم ملوکیت با اونا معامله و مناسبت میکرد. یکیش ماریه قبطیه از مردم مصر که مقوقس حاکم مصر از براش هدیه کرده بود و پسرک از این ماریه قبطیه رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شد. پسرک را با نام ابراهیم که در 17-18 ماهگی از دنیا گذشت، همون سال 10 هجرت رسول الله. یک چند ماه بعد پیغمبر خدا را دنیا را بدرود گفته رفت. و کنیز دوم ریحانه نام دارد. بعضی معرخا همینجا خطا کردند که گویا ریحانه را پیغمبر آزاد کرد بعد به نکاح گرفت، اما قول اصح این است که کنیز بود. از قبیله بنی قریظه یهود یک کنیز بود با نام ریحانه بنت زید که اونم کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چیزی که بر روایات صحیحه به خلاف از برای ما و شما نسبت ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است همین است. متاسفانه وقت ما به آخر رسید. ان شاء الله ببینید همین سوالا خودش یک موعظه‌های جدا دراز میشیدن. خیر اگر خداوند امکان مبتدا هفته آینده هم تخصیص میتیم از برای پاسخ گفتن به سوالهایی که برادران مسلمان دادند. این دفعه کوشش میکنیم کوتاه‌تر بگیم. متاسفانه بعضی سوالایی هستند که مسائل حیاتی و مماتی است، مسائلی است که ننگ ناموس تمام مسلمانان در داخل دارد. از همین خاطر اگر ما کاملتر گپ نزنیم باور کنید خودمون مجرم و گناهگار میحسابیم. از همین خاطر امروز نسبت ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت اندک به درازا کشید. پروردگار و صحبت من صحبتی مؤثر گردان، نه از صحبت‌های بی تاثیر. و خداوند ناموس و ننگ اسلامی برامون ارزانی دار که امهات المؤمنین ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مادرهای خیش بیشتر و زیادتر دوست بداریم. همچنانه که به خاطر دفاع از ناموس مادران قائم میشیم، به خاطر دفاع از ناموس مادرهای افضل و ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائم گردیم. پروردگار او دشمنان حبیب محمد صلی الله علیه و سلم رو که نسبت ازواج مطهره بی آدابی ظاهر میکنن به سزای عملشون رسان. و پروردگار مساعدت فرما که ما فرزندان واقعی، فرزندان حلال زاده باشیم که از ناموس مادران دفاع کنیم و عملهای خیر خوب انجام دهیم که فردا روز قیامت او مادران ما را به فرزندی قبول داشته باشند و فرزندم گفته و ما و شما مراجعت کنند. آمین یا رب العالمین.